سلام خدمت دوستان و همراهان کانال ادعیه و علوم غریبه ملکوتی. دوستان عزیز، دعایی که مشاهده میکنید دعای مطیع کردن همسر هستش. اگر همسرتون از شما نافرمانی میکنه و یا اینکه به حرفتون گوش نمیده، میتونید از این دعا استفاده کنید. برای انجام دادنش باید هنگام طلوع خورشید و یا در ساعت خوش‌یمن سعد ابتدا وضو بگیرید و در مکانی ساکت و خلوت به سمت قبله بنشینید. سپس یک عود خوشبو روشن کنید و این دعا رو با خودکار مشکی بر روی کاغذ سفید بنویسید. در قسمت اول باید اسم همسرتون و مادرش رو بنویسید و در قسمت دوم هم اسم خودتون و مادرتون رو بنویسید. بعد از اینکه نوشتن دعا به اتمام رسید، اون رو داخل پارچه سبز آب ندیده قرار بدید و در منزلتون آویزان کنید. طولی نمیکشه که تأثیر این دعای قدرتمند رو خواهید دید. این دعا یک دعای رحمانیه و هیچ گونه عوارضی برای طرفین ایجاد نخواهد کرد. همچنین دوستانی که شرایط انجام دادن دعاها رو ندارن و نیاز به دعاهای تخصصی تری داشتن، میتونن با شماره واتساپ ما در ارتباط باشن. لایک و سابسکرایب یادتون نره. خداوند یار و نگهدارتون.